الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و مادران عزیز، تمام عزیزانی که همزبانان، هموطنانی که بنده را میبینید و میشنوید، امروز به نزدتون به یکی از موضوعهای آمدم که زیادی ما رو خیلی خیلی اذیت میکند یا گفتم عذاب وجدان میدهد. آن هم مسئله یا سؤال دائمیه که در ذهن اکثریت بنده های مؤمن است که چرا من نمیتوانم کاملا از گناه دست کشم. زیادی ها میگویند من بارها توبه کردم، بارها توبه صادقانه کردم، حتی بعضا قسم خوردم، بعضی ها میگویند نذر کردم، به پروردگار وعده دادم که به همین گناه بر نمیگردم، اما دیر نگذشت و باز به گناه برگشتم. مگر من منافق نیستم که به وعده هایش خلاف میکند؟ مگر من از آن نفران ریاکار نیستم که در تنهایی به گناه دست میزنم اما در نزد مردم گمان میکنند که اصلا من اهل این گناه نیستم؟ پس من چی کار کنم که همون نفری باشم که خودم میخواهم، یعنی همون نفری که به گناه دست نزند، چی در علانی چی در پنهانی. این گونه نفرها خیلی زیاد هستند، نفرانی که در حقیقت میخواهند دیگر به گناهی که از آن توبه کردن بر نگردند، ولی باز هم بر میگردند. حالا این گناه چی تماشا کردن بعضی نوارها باشد، چی غیبت کردن باشد، چی بعضا دروغ گفتن باشد و پناه به الله بعضا فریب کردن و بعض خیانت ها باشد. یعنی عموما گناه که هر یک نفر دیگر میداند که خودش به کدام گناه مشغول است. یعنی چیکار کنم که بعد از توبه کردن توبه ام را نشکنم؟ چیکار کنم که دیگر به همون گناهی که من الکی عهد و پیمان کردم به آن بر نگردم؟ همین گونه سوال ذهنی اکثریت ما رو خیلی و خیلی درگیر میکند که زیادی ها دیگر ناامید شده هم میروند. یعنی من توبه کردم، عهد کردم، باز به گناه برگشتم، نه دیگر من نمیتوانم در پیشگاه الله توبه کنم، دیگر من شرمنده هستم، دیگر خجالت میشوم. گویان تماما دیگر به توبه کردن نائل نمیشوند یا خود دیگر نمیخواهند توبه کنند. عزیزان، بیاید درباره همین مسئله یک کم صحبت داشته باشیم. پیش از همه خواهر یا برادر یا هر نفری که گناه میکنی، توبه میکنی، خیلی پشیمان میشوی، شرمندگی رو احساس میکنی، اما باز هم شیطان وسوسه میکند، نفست زوری میکند، باز به گناه برمیگردی، یقین بدان که صفت مؤمنی در تو هست که تو شرمندگی میکنه از گناهت. یعنی اون یکی گناه میکند و احساس شرمندگی میکند، در نزد پروردگار خجالت میشود و توبه میکند، اگرچه باز به گناه برگردد هم انشاءالله در او صفت مؤمنی وجود دارد. چون در ما حدیث در بخاری مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقت بنده گناه میکند و سپس توبه میکند که پروردگار گناهی مرا بخش، الله او را میبخشد. باز همان گناه را وقتی تکرار میکند و باز توبه میکند، باز الله او را میبخشد. باز وقتی همان گناه را تکرار میکند و صدقاً باز توبه میکند، اما بعضا میشود که چه خیلی گفتم شما صادقانه توبه میکنید اما باز هم به گناه برمیگردید، الله او را میبخشد و میگوید بنده من شناخته است که اینجا پروردگارش بوده است که او را میبخشیده است، مادامی که همین گونه او توبه خالصانه میکند من او را میبخشم. یعنی بعضا توبه خالصانه هست، شما در حقیقت پشیمانید، اما یکی چون بنده هستید و انسان ضعیف است و دشمنهای درونی و بیرونی زیاد دارد، باز به گناه برمیگردد. پس آنی که به گناه گشته و برگشته برمیگردی، گشته و برگشته باید در توبه باشی و اصلا نباید ناامید شد. همان روزی که ناامید شد که من دیگر گناهم را الله نمیبخشد، من دیگر شرمنده هستم، دیگر اصلا او به رحمت پروردگار نائل نمی شود، که عیناً این همان خصلت ناامیدی ابلیس یا شیطان بود که او از رحمت الله ناامید شد. اما در مسئله گناه بسیاری ها میگن مگر این منافقی نیست که من گناه میکنم و توبه میکنم باز گناه میکنم؟ بعضی ها دیگر عموما آرامش ندارن. عزیزان، انسان
مؤمن باشد هم مسلمان باشد هم خواه و ناخواه و ضعیف است. و پروردگار در صفت انسانهای تقوادار میگوید والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله واستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم. یعنی اونهایی که یعنی اهل تقوا، اگرچه اهل تقوا هستند، مؤمن هستند، بعضاً به فاحشه یعنی به گناه های حتی کبیره دست میزنند، بعضاً به گناه دست میزنند و به نفس خود ظلم میکنند، اما بعد از گناه کردن دیگر در گناه پی در پی نیستند، یعنی دیگر از الله نترسیده گناه را بردوام نمیکنند. ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، به یادشان پروردگار می آید که اینجا پروردگار رحیم و بخشنده و مهربان است و طلب استغفار میکنند که پروردگار ما را بخش. و میگوید الله و من یغفر الذنوب الا الله، پس کی اینها رو میبخشد به جز الله؟ این الله هست که اینها رو میبخشد. بنده ها یک دیگر رو بعضا حتی عذر پرسد هم بخشیده نمیتوانند. عذر نپرسد که شما مسئول بخشیدن کسی نیستید که مسئله جداگانه است، ولی وقتی که او توبه کرد الله میگوید به جز من کی این بندم رو میبخشد؟ وقتی او توبه کرد و به من برگشت. و باز در صفتش الله میگوید صفت این گونه انسان ها ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، یعنی آنها اصرار نمیکنند. بعضی ها هستند این عین هلاکت است، گناه میکنند توبه کردنی هم نیستند، در آنها احساس پشیمانی و شرمندگی هم نیست، برعکس از گناهشان فخر میکنند، از گناهشان به همه میگویند. اگر به آنها گفتید که خیر این گناه هست، تا میتوانند خود را با بهانه از این گناه، یعنی گویا که من گناه نکردم، 1001 بهانه می آورند، 1001 برای شما عذر نه راه میابند که شما بگوید که نه تو گناه نکردی. این هلاکت است، این نابودی بنده است که انسان با گناه مغرور شود. اما اهل ایمان گناه میکنند، چون خواه و ناخواه کسی مثل پیامبر معصوم نیست، اما در گناهشان اصرار نمیکنند، یعنی این گناه نیست من کردن میگیرم نمیگویند، توبه میکنند. گاه میشود که شاید اکثری وقت میشود که توبه شکنی میکنند، اما نباید به این ناامید شد. پس اینجا عزیزان، اونهایی که به گناه دست زدن، توبه کردن، بازگشتن، اولین چیزی که باید بدانند این است که شما در توبه خود پایدار باشید. اگرچه یکی باز گناه کردید باز توبه کنید، چون نه من دیگر توبه کرده هم نمیتوانم و من خجالت میشوم. گفتم چه خیلی گفتم ناامیدی هست و این ولا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، سخن حضرت یعقوب است که از رحمت الله به جز کافران کسی ناامید نمی شود. اما درباره گناه میدونیم که در ما حدیث در صحیح مسلم است، پیامبر میگن اگر شما هیچ گناه نکنید پروردگار قومی را می آورد که آنها گناه میکنند و توبه میکنند. چون انسانی که عیب خود را، گناه خود را در نزد پروردگار به گردن میگیرد، اعتراف میکند، شرمندگی میکند، این عین بندگی هست، عین خاکساری هست که پروردگار، البته که این وعده اش که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناه ها را مادامی که صادقانه توبه کردید میبخشد، اما یکی نتوانستید و باز برگشتید باز هم باید توبه کنید. اکنون عزیزان بیایید راههایی که چیکار کنیم که به گناه برنگردیم در این باره صحبت داشته باشیم. پیش از همه چی خیلی گفتم یکی به گناه برگشتید نباید ناامید شد. اکنون بیایید راه ها را ببینیم. اولین راهش این است که شما به کدام سبب به این گناه دست میزنید باید پیدا کنید. بعضی ها تلفن دستیشان سبب می شود که به گناه کبیره دست زنند. بعضی ها تنهاییشان سبب می شود تنها ماندن به یک گناه بد دست می زنند. بعضی ها دوست رفیقشان، بعضی ها جای کارشان، بعضی ها حتی خویش و تبارشان، بعضی ها حتی همسرشان. یعنی عموما یک چیز سبب می شود که ما به گناه دست زنیم. بعضی خودشان ضعیفی ایمانشان، ضعیفی شخصیتشان. در اینجا باید وقت سبب را پیدا کردیم که به کدام سبب من به این چیز دست میزنم، پس وقتی از سبب دور شدیم بدانید که از گناه هم دور شدیم. تو میدونی که وقتی با تلفنت هستی، وقتی به داخل یوتیوب میدروی همیشه به یک گناه داخل میشوی، پس مدت کاملا یوتیوب رو ترک کن. تو میدونی که فلان دوستت هر گاهی که همراه او هستی به یک گناه کبیره با هم دست میزنید و تو به اون نگفته نمیتوانی، هرچی میتوانی حتی با او کلا قطع رابطه کن. سلام علیک باشد، عموما قطع رابطه نکن، برای اینکه در
اینجا تو خودت رو نجات داده ایستاده ای. تو میدونی که وقتی که تنها موندی فکرایت هر طرفه می شود و به گناه های دست میزنی. در وقت تنهاگی خود را به چیز مشغول کن، یا با نماز یا با درس خوندن، یا عموما تنهاگی رو عموما ترک کن. یعنی قدم بزن، با کسی بنشین، یعنی از تنهاگی کاملا دست بکش. تو میدونی که نصفه های شب وقتی تو به گناه دست میزنی، بر وقت خواب رفتن و بر وقت خیستن را پیشه کن. یعنی همین گونه بعضی زنهای هستن که میگویند شوهر من سبب هست که من شب و روز در گناه کبیره هستم. در این وقت نباید با این شوهر زندگی کرد. برعکس بعضی مردها میگویند که به خاطر زنم من به چند گناه کبیره دست میزنم چون خیلی دوست میدارم. در اینجا هم حتما باید این مسئله رو کاملا ریشه کن کرد. یعنی اولین گفتیم یا اساسی ترین دست کشیدن کاملا از گناه که از بعض گناه کبیره واقعا خیلی حرکت کردید کلا دست کشیدن می شود. این سبب او را دانستن و از آن سبب دور شدن است. چیزی دیگر عزیزان دعا کردن در پیشگاه پروردگار. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من یهدی الله فلا مضل له، کسی که الله هدایت کند گمراه کنندش نیست. حتی با پیامبران دعا میکردند که و ثبت اقدامنا و ثبت قلوبنا، قلب ما را ثابت در راحت بدار، پایهای ما را ثابت در راحت بدار، در راحت ما را صابر گردان. حتما باید دعا کنیم که پروردگار خودت به ما نصیب گردان که از گناه دور باشیم. تو سپر ما باش، یعنی تو با ما باش که دعا کردن هم در این مسئله نباید فراموش شود. چیزی دیگر عزیزان، بسیاری ها بعد از گناه کردن یک چند روز خیلی غرق غم می شوند و گفتی خودشان تبشان خیره می شود و حتی بعد از گناه کردن باز یکی دیگری رو خفه می کنند، باز به گناه دیگر دست می زنند. من گناه کردم گویان بعضی ها سر کودکشان، بعضی ها سر زن یا فرزند یا دیگرها می ریزانند، در حالی که گناه رو با گناه دیگر پوشیده نمی شود. پیامبر میگن و اتبع السیئة الحسنة تمحوها، وقتی تو بعد از گناه کار ثواب کردی، گناههای تو گناههای تو رو محو میکند، از بین میبرد. کسی رو خیلی خفه کردی، خیلی پشیمانی که به او ظلم کردی، از او بخشش پرس. چرا میایی چند نفر دیگر رو خفه میکنی؟ بعضی ها میدونند که ظالم بودند و میدونند که باید جبران ظلم خود کنند، باز بجای با یک کار خیر آن بدی رو از بین بردن به بدی دیگر دست میزنند. یا گناه کردی بین توی پروردگار است، نماز توبه بخوان. در ما حدیث پیامبر است هر کسی که گناه کرد و طهارت کرد و 2 رکعت نماز خوان، پروردگار گناه او را میبخشد. 2 رکعت نماز بخوان و جای اینکه چه خیلی گفتم تبت خیره شود و این سو و آن سو با از پای گناه دیگر باشی. یعنی اینجا راه دیگرش این است که صدقه کنید. صدقه بلاها رو دور میکند. نماز یا گفتیم حسنات ها سیئات های انسان رو از بین میبرند. چیزی دیگر عزیزان، یا گفتیم راه دیگری ترک کردن گناه، عاقبت آن گناه رو دانستن. گناه های زیاده هست که عاقبتش در دنیا و آخرت هست، مثل قهرگی با پدر و مادر، یا حق یک نفره رو خوردن، یا در حق کسی تهمت کردن، اما ما بیخبر هستیم و خیلی آسان میگیریم که همین به نزدیکی بود. وقتی بین بعضی خواهرها صحبت داشتیم که شما کسی رو غیبت کردید یا کسی رو تهمت کردید، 1000 توبه کنید هم توبهتون قبول نمی شود، چون حق انسان است. شما در حق او یا از او باید بخشش پرسید یا کار کنید که اون انسان از شما راضی شود. بعضی خواهران میگفتن ما گمان کردیم که همه گناه ها رو الله میبخشد، اینجا بعضی گناه هایی بوده است که توبه آن رو از بین نمی برده است. پس عزیزان اینجا باید بدونیم که نه همه گناه ها به همین راحتی بخشیده می شود. بعضی گناه ها هست که کفاره دارد، یعنی کفاره پولی دارد، مثلا همخوابگی در رمضان. بعضی گناه‌های هست که کفارهش عذر پرسیدن است، بعضیش باشد دیه دادن یا قصاص گرفتن یا چیزی دیگر است. یعنی عاقبت گناه‌ها را دانیم و البته که درباره‌اش کویم که همین گناه جزایش چی است. انسان وقتی جزای یک چیز را میداند، چه خیلی که وقتی انسان خطری یگان خوراک را میداند که چقدر به سلامتی ضرر دارد، به آن خوراک نزدیکی کرده نمیتواند، عیناً همین گونه درباره عاقبت گناه هم که چی جزا دارد ببینیم. گشته و برگشته در قرآن میبینید که پروردگار درباره نابود کردن قوم و سلاله و دیگر شهرها صحبت میکند که وقتی در گناه اصرار کردن بالایشان عذاب پروردگار آمد. و آخرین چیز عزیزان این مرگ بی محل است. یعنی زیادی ها هستند
خودتون میدونید یک ریبسرای بود، یک رقاصه بود، یک سرودخانه بود، یک دشمن دینی بود که برآمده کلا حجاب را من میکرد، یکی دیگری بود که مردم را آزار میداد. یکی با صدمه با کرونا ویروس در راهش با فشار خون مرد و رفت. کسی از توبهش خبر ندارد. بعضی ها در میدان رقص مرده رفتن، بعضی ها در کار دیگر. عزیزان، مرگ نمیپرسد که جوان هستی یا پیر هستی. به سراغت یکی می آید بیخبر. در این وقت باید بدونه که در همین گناهی که هستم الله جانم را گیرد، من چی میگویم به پروردگار؟ من با همین احوالم نزد الله چگونه میروم؟ این در خاطرمان باشد، چون یاد مرگ شهوت و گناه ها را از ما دور میکند. این بود صحبت من عید این مسئله. انشاءالله در این باره باز وسیع‌تر صحبت میکنیم. پروردگار نصیبتان گرداند، برای ما هم نصیب گرداند که توبه صادقانه کنیم و به گناه برنگردیم و در راهش ثابت باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.